توحید در محبت. حقیقتا از ما و شما کل سوال شه که یا جناب مسلمان صاحب الله را زیاد دوست داری یا خانمت یا پدر و مادرت؟ والله ملا صاحب الله را زیاد دوست دارم، اما به خانهش رفتن نمیتونم، از امرش اطاعت کردن نمیتونم، به دشمنش دشمنی کردن نمیتونم، به دوستش دوستی کردن نمیتونم. این محبت دروغ است یا راست است؟ محمد سید طافت. الله جل شأنه در نص صریح قرآن برای ما فتوای قطعی و ابدالابدی میده که تا زمان الله و رسول را از خود و خانواده خود و خویشاوندان خود و تجارت خود و اموال و اسباب خود پیشتر دوست نداشته باشین، شما در درجه فسق قرار دارین و منتظر عذاب الله باشین. سوره توبه آیت 24 برای ما بیان میکنه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من چگونه الله را دوست دارم که از امر او اطاعت کرده نمیتونم؟ خانم خود زیاد دوست دارم، 15 ساعت روز برش کار میکنم، 6 ساعتم شب داخل بغرش خورخورک میکنم، همراهش خواب هستم. برای عبادت رب خود نیم ساعت تهجد خونده نمیتونم، نیم ساعت تلاوت کلام او کرده نمیتونم، 10 آیت از کلام او به ترجمه و تفسیر نمیدانم. رسول الله که 23 سال زندگی را با جگرخونی و قربانی ها و رشادت ها تیر کرد و نیم شب نماز میخون پاهایش ورم میکرد و ریش مبارکتر میشد، اشک میریخت و دستای خود در نیمه های شب بلند میکرد. اللهم اغفر امتی، ای الله امت گناهکارم را ببخش و مغفرت بکن. ای امت آیا به محبت فیسبوک شو خوابش میبره؟ به محبت گیمبازی خوابش میبره؟ به محبت سریال هندی خواب میشه؟ یا به محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ و وقتی که سنتش پیش آمد الله متعال اونجا میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، پیامبر شخصیتی است که الله برش درود خوانده. و مسلمان اینجا امرایش اختلاف داره. سنت پیغمبر به مسجد معامله نکنید که اختلاف پیدا میشه. اختلاف میفهمی؟ اختلاف حرام است، سنت حلال است. پیامبر حرام آورد، فتنه ایجاد کرد، نعوذ بالله. این فتوای مسلمان ماست. و من یطیع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت کرد حقیقت در حقیقت مثل آن است که از الله اطاعت کرده. و من یتوله، کسی که رو گشتون پشت کرد به سنت رسول الله، بیزوری کرد از سنت رسول الله، مردم به واسطه سنت از مسجد کشید، تا پکت و زندانش کرد و بندش کرد. و من یطیع رسول فقط اطاع الله فمن یتوله فما ارسلناک علیه حافظا. ای پیامبر تو نفرستادیم برای ای از تو نیست و تو از این نیستی. ای فتوای هر کسی که در برابر فتوا و سنت تو جنگانده، نبی از او همو است، با همو حشر میشه. آیا حقیقتا ما در توحید رسول الله را از مادر و پدر و بابا و اجداد و خویشاوندا بیشتر دوست داریم؟ آیا امروز با فتوای جناب دکتر صاحب زیاد عمل میشه یا با فتوای رسول الله؟ دکتر صاحب بگه شوری و چربی تندی نخور، کل مردم پریز میکنه واسطه کلسترول و شکر. اما
ذلیل‌ترین شخصیت، پایین‌ترین شخصیت، بدترین اعمال امروز در زندگی مسلمان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. نعوذ بالله. جوان ریش خود نگاه داره، فوراً تاپه یک گروه 10 ساله و 5 ساله و 20 ساله را سرش میزنه که این داعش آمد، این طالب آمد، این القاعده آمد. پیامبر یعنی شاگرد داعش، یعنی شاگرد طالب. شخصیت کشی پیامبر، شخصیت کشی سنت پیامبر. سیدنا ابوبکر رضی الله عنه در منبر مکه مکرمه خطبه ایراد کرد. مشرکین را از منبر تکدن، لطو کوبش کردن، زدن، بکس و لقت و الله اکبر بکشه. دین جدید آورده، مردم از رواج پدر و بابا جدا میکنن. چنان لطو کوبش کردن که 3 شبانه روز کم و بیش در حال بیهوشی به سر میبره. بعد از این که به هوش می آید، اول کلماتی که از زبان این صدیق اکبر بیرون میشه، نه آب طلب میکنه، نه غذا و نه مادر و نه پدر، اینطور میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم برایم بگوید که رسول الله در کدام حالت است. این محبتی صحابه است برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما هم رسول الله را دوست داریم خیلی زیاد. بر رهبر سیاسی و دینی و مذهبی ما توهین شه، 20 نفر خدا به کشته میدین، صدها مظاهر رو به بازارا میندازین که مرده باد و زنده باد، از یک شرابی، از یک لادین دفاع کنیم. اما برای رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین شه، پینک ما تروش نمیشه. برای حزبا و گروهای خود صدها لک دلار مصرف میکنین. برای سنت و منهج و بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم یک سیرت النبی 200 روپیه هم به خانه ما پیدا نمیشه. به این واسطه است که نام ما محمد و احمد و مصطفی و عبدالرحمن و نورالدین و شمسالدین و گلبدین است. به داخل محفل تفریح و دکان و تجارت و نظام سیاست و عروسی ما 0.5 کیلو دینم نیست، 50% دینم نیست. الله اکبر، الله اکبر. همینطور دوستی، همینطور ذلت، همونطور دوستی صحابه، همونطور عزت.